کاران پرتلاش هم در پلیس آگاهی در چند روز گذشته با توجه به اشراف اطلاعاتی که دارن و اقدامات خوبی که انجام دادن، تعداد 115 نفر سارق حرفه‌ای خشن که در امر سرقت منزل و فروشی و سرقت با اون فعالیت داشتن، این افراد رو شناسایی کردن، با هماهنگی قضایی دستگیر شده. این افراد در قالب 31 باند مجرمانه اقداماتشون رو انجام میدادن. کلی این نفرات دستگیر شدن. در بازرسی از مخفیگاهشون تعداد حدود 397 دستگاه گوشی مسروقه کشف و ضبط شده، تعداد 5 قبض سلاح جنگی و مقادیر زیادی اموال مسروقه شامل تلاجات مسروقه، ارزهای خارجی و سکه و تلاجات کشف شده که عیناً صورت جلسه شده و انشالله پس از احراز هویت و مالکیت حتما به زودی تحویل مالبافته ها خواهد شد. ارزش اموال در حال حاضر بیش از 7 میلیارد تومانه که انشالله این موضوعات ادامه داره و سارقین منزلی که دستگیر شدن فعلا در حال شناسایی منازل هستن، محلهای سرقت که به محض شناسایی خب اموال هم پیگیری میکنیم و مالخرام تعدادشون دستگیر شده. اقدامات با جدیت ادامه داره و هشدار بندم به مجرمین خشن این هست که بدانن در کمترین زمان ممکن این افراد با اشرافی که پلیس آگاهی داره این افراد شناسایی میشن، دستگیر میشن و با تعامل خوبی که با دستگاه قضا هست، هم برخورد قاطع انتظامی با این افراد داره، هم دستگاه قضا و انشالله اشد مجازاتی که در قانون تعیین شده حتما برای این افرادی که سابقه دار هستن و جرائم خشن و مرتکب میشن حتما در نظر میگیرن.